سلام، من عطا استارم. اگه همچین نون روغنی میخواین تا آخر ویدیو با من همراه باشین. خب 2 تا تخم مرغ توی کاسه میریزین و با 7 قاشق شکر هم میزنین. تا قشنگ ماده کرمی به دست بیاد. بعد از اینکه هم زدین 1 لیوان آب بهش اضافه کنین و دوباره هم بزنین. در حدی که مخلوط چه کافیه. بعدش 1 لیوان آرد رو الک کنین و داخلش اضافه کنین. بعد از اینکه اضافه کردین با همزن قشنگ هم بزنین که گوله گوله داخلش نشه. بعد شما به اختیار خودتون میتونید زردچوبه یا زعفرون بهش اضافه کنید. من زعفرون اضافه میکنم. بعدش داخل روغنی که از قبل گرم شده میریزیم. بعد از اینکه یک طرفش پخت برش میگردونیم. خب بچه‌ها، از نون روغنی ما لایک و سابسکرایب فراموش نشه.